این میدان ما متد ملچه‌کنی استفاده بردگی. این ملچه‌کنی چی خصوصیت داره؟ یکمش که همین زمین ما طبیعت ما اقلیم ما گرمتره، ملچه‌کنی بسیار فایده دارد. حسابی که زمین بسیار گرم شده نمی رود. تگ همین ملچه زمین خاکش температурش پس می شود. температура اگر اونجا بیرون در 45 باشد، اینجا 25 گراد 30 گراد می شود. این برای رستنی نشنامه رستنی بسیار موافق می شود. وقتی که اگر ملچه نکنیم اونجا تماما دیگر شرایط پیدا می شود. او گرم می شود، رستنی اونجا استرس می گیرد. اینجا استرس نمی گیرد، نشنامه‌اش نقض می شود. دویمش که تگ همین زمین تگ ملچه که تگ ملچه در زمین نبینید، تگ ملچه زمینش خاکش حوض نمیشه رفتگی نه. نمیشه که رفتگی نه. اونجا میکروارگانیسم که فایده‌ناک بسیار زمین در بسیاره. همین برای نشنامه برای رواج همینا یک شرایط متعدل موافق پیدا می شود و هم وای میکنه. برای این همه میکروارگانیسم فایده‌ناک برای رستنی کار میکنه. همینا با هم شرایط نقص پیدا می شود. بعد وقتی که ما آب میمانم این خودش میپوسد، همین ارگانیکی ملچه‌ای که ارگانیکی میپوسد و پوسیدنش و هم خاک تا یک گومس پیدا میکند. خاکی همین قوه خاک زیاد میکند، حاصلناکی خاک زیاد میکند. همین حساب نتیجه حاصلناکی هم زیاد میشود، حاصلناکی رستنی هم زیاد میشود. همه رستنی کردن ممکن. من پمیدارم، بادرنگ، تربوز دارم، همه چیز استفاده بردم ممکن. این ملچه که من خیلی اگر میز دارد، من خیلی اگر قطار کته کردگی باشم میشه همه چیز. این نفقت من این یا چی باشد، این یا کار باشد یا شیلخوی چی شاله باشد، رسانه‌ای که من این رسانه‌ای که وای چی میشه بیگانه، رسانه‌ای که بیگانه علف‌های بیگانه میشه، همین وای کردم ممکن. وای پرتفتم ممکن که همین زمین باید چی نکنه. و زمین وقتی که اونجا 30 سانتی متر بلندی داره، اگر ملچه باشد تگ زمین زیاد گرم نمیشه. یک شرایط پیدا می شود که اونجا همین میکروارگانیسم متعدل کار میکند، متعدل وای میکند، حاصلناکی زمین هم زیاد میشه، حاصلناکی رستنی هم زیاد میشه.